سلام و درود. عجیب ترین قوانینی که تو بعضی از کشورها هنوز وجود داره. در کشور سوئیس حمام رفتن بعد ساعت 10 شب کاملا غیرقانونیه. شاکی بودن همسایه‌ها و صدای آب. در ساموآ افرادی که فراموش کنن برای همسرشون کیک تاول بخرن دستگیر میشن و حتی جریمه میشن، البته از سوی همسرشون. در کشور مثل سنگاپور جویدن آدامس و باد کردن اون کاملا غیرقانونیه و حتی وارد کردن آدامس. در کشور ژاپن چاق بودن غیرقانونیه، علل خصوص واسه زنان و مردانی که چاق باشن یه جورایی واسه کشتی محلی باید ثبت نام کنن. در کشور فرانسه اسم بچه رو نباید نوتلا گذاشت به دلیل شرکتی و تجاری بودنش. بازم در کشور سوئیس شستن ماشین در روزهای یکشنبه کاملا غیرقانونی و ممنوعه، چون روز استراحته و باید از اون روز استفاده کنید. در کشور استرالیا فقط برق‌کنان مجاز به تعویض لامپن. اگه خودتون لامپ رو تعویض کنید جریمه میشید. ممنون از نگاه زیباتون. متشکرم.